شناگرای مبتدی و نیمه حرفه‌ای با این ترفند میتونن شناشون رو 4 تا 5 برابر راحت تر بکنن. موقعی که دست از آب در میاد تا موقعی که دوباره وارد آب میشه به این فاز ما میگیم ریکاوری. و اشتباهی که اکثرا انجام میدین چیه؟ کل این مدت همین عضله هایی که توی کشش فشار ازشون استفاده میکنین منقبض نگه میدارین و بهتره که بیاین چیکار بکنید؟ به جای این عضله ها از این عضله استفاده بکنید برای ریکاوری. حالا چجوری؟ راه حل و دریلاش اینه: یه تخت شنا میگیرین دستتون رو کرال میرین. با این تفاوت موقعی که کشش فشار تموم میشه دست که بیرون میاد، هنگام ورود به آب فقط انگشت رو به آب میزنیم و دوباره برمیگردونیم تا باسن و دوباره برمیگردونیم تا جایی که وارد آب میشه و این سری وارد آب میکنیم و برای اون یکی دست هم همین تکرار میشه. فقط حواستون باشه که حرکت دست نرم کنترل شده باشه، نه با عجله. فرق این دو تا شنا فقط تسلط داشتن و نداشتن روی این یه تکنیکه. من آپتینم. آشناگر رو فالو بکنید که کلی ویدیوهای خفن داریم.